مراسم تحلیف روباه بنفش در محل مجلس اساره رذائل نظام برگزار شد. از سر تا پای این مراسم فضاحت بود. کسادی بدجور و غیبت عجیب و غریب چهره‌های بین‌المللی که دیگه اثر من الشمس بود. یک جنبش هم آشکار شدن عمق جنگ جناحی تو رژیم بود که حتی سر دعوت کردن یا بهتره بگیم دعوت نکردن یک سری از مقامات خود رژیم این قضیه دوباره بیرون زد و در این رابطه اسکار قانع کننده ترین توجیه سال رو هم بایستی به رئیس مجلس آخوندی علی لاریجانی داد که در توضیح علت غیبت یک سری تو مراسم تحلیف گفت محدودیت جا داشتیم، نتوانستیم همه بزرگان را دعوت کنیم. در شق روده بودن نظام هم همین بس که همین چاخان رو هم نتونستن یه روز نگه دارن و یکی از معاونای همین علی لاریجانی مصاحبه کرد، گفت این چه دلیل مسخره ای. خب نتونستیم همه رو دعوت کنیم، نمیخواستیم دعوت کنیم. اما به هر حال به نظر میرسه که اغلب متفق القول باشن که در میان همه این فضاحت‌ها فضاحت بزرگ و اصلی همون داستان سلفی حقارت بود و افتضاح سر دست شکستن نماینده‌های مجلس آخوندی برای عکس گرفتن با خانم موگرینی. درسته که پرداختن به این مورد حتی اگه بخوایم در حد اشاره کوتاه به سرتیترها بهش بپردازیم وقت زیادی میخواد و به سایر موضوعات نمیرسیم، ولی خب به نظر میرسه که همین یک مورد همه چیز رو درباره این تحلیف مسخره میگه. حقارت و ذلت، سوت و کوری و جلب عناصری در سطح بین‌المللی که بدون تعارف و خجالت دلار رو بر شرافت و انسانیت ترجیح دادن. حالا این وسط یکی پیدا شده وقتی عکسش رو نگاه میکنین که سر و دست نمیشکنه در کمال شگفتی و مثل بچه‌هایی که وسط مهمونی مشقاشون رو دارن مینویسن ظاهرا سرگرم کار خودشه. نه ایشون قرار خصوصی داشتن، به همین دلیل هم اونجا تو دعوای عمومی شرکت نکردن. روزنامه‌های خارجی که با عناوینی تحت عنوان افتضاح سلفی، شرم‌آور و حتی عبارتهای تیزتر از اینها به موضع و فرهنگ آخوندی حاکم بر این مناسبات هم اشاره کردن جای خود دارن. رسانه‌های خود رژیم هم که دیگه جیغشون به هوا رفت و این مجلس عزت ما را از بین برد. الان این مجلس گندیده است. این که تارگت میکنن یک خانومی رو و به اون شکل زننده هجوم میارن و ذوق زدگی در خودشون میدن. آزو من چیزی خوندم خیلی وحشتناک، میگفت که اصلا این قرن نرده درست کرده بود که اینا نیانی بر. من با یکی از همین دوستانی که در این عکس هست تماس گرفتیم و خواستیم که به برنامه بیان یا حداقل ارتباط تلفنی داشته باشیم. جمله جالبی به ما گفتن تا وقتی مدیران صدا و سیما از ما عذرخواهی نکنند بابت انتشار این خبر ما پامون صدا و سیما نمیگذاریم. وظیفه دارن این لکه ننگ رو از دامن این پارلمان پاک بشه به هر شیوه ممکن. مردم هم در مصاحبه‌های تلویزیونی تازه با هزار محدودیت و محظوریت حرفای خودشون رو به قول معروف سروندن. این آقا خیلی بده، دستشو داره دراز میکنه که اون طرف ببیند. آخه این شاید مال یه جوون 15-16 ساله باشه این رفتار. این ذوق زده شده. یه چرخ برم تو خیابون اندرزگو بزنن دیگه، یه خانم یه ذره حجاب شل میبینم مسئولین شو. این آقا رو نها کن، الان میافته این که بنده خدا اصلا محل نمیده. ولی اینطوری قش و ضبط کردن درست نیست. مثلا بچه خود من 1 سال و 7 ماهشه، اگه اون کارو کنه اون بهش میاد. مثلا بپره یه دفعه بغل خانم رو دیدی ذوق زده میشه اون بهش میاد، ولی نه که اینه که چی بگم؟ حرفی ندارم راجع به عکس خودش مشخصه دیگه. مثلا نگاه کردم حالم جالب نشد به هم ریختم کلا. وقتی میبینیم نماینده‌مون تو مجلس وقتی دارن قانون تصویب میکنن خوابن توقع سازی شاید همین سرگرمی باعث شده این کاری که باید انجام بدن عقب افتاده. ببین وقتی نماینده ما خوابه واسه قانون گذاری، وقتی نماینده ما دوست داره عکس سلفی بگیره، چه توقعی میشه داشت که جوانمون بره سر کار یا وضعیت مملکتمون خیلی بهتر از اینا باشه؟ ولی من تعجب نکردم وقتی این رفتارشون رو دیدم. چون از این بیشتر ازشون انتظار نداشتم. بله، این آینه تمام نمای شکست فضاحتبار مراسمی است که برای غالب کردن تدارکاتچی ولی فقیه تحت عنوان رئیس جمهور برگزار شده بود.